امروز در این جلسه مسئله و بحث بر سر سپاه و بسیج است. سپاه به عنوان یک نهاد، یک شاخه برآمده برومندی از ریشه این انقلاب و این نظام، یکی از چیزهایی که در هر حرکت عمومی در هر لحظه لازم است این است که بر اساس تفکرات و مبانی پایه‌ای این نهضت، این جریان، هم بایستی واژه سازی بشود، هم بایستی نهادسازی بشود. لیبرال دموکراسی را قبول نداریم، با اینکه معنای لغوی لیبرال دموکراسی همین آزادی و همین مردم سالاری است. نظام برای نظام خودمون اسم جدید می‌ذاریم، میگیم مردم سالاری اسلامی یا جمهوری اسلامی. من اون روز عرض کردم وقتی یک نظامی، یک کشوری، یک ملتی با این آرمان‌های والا در به ظاهر دست نیافتنی مقابله با ظلم جهانی، مقابله با سلطه بین المللی قدرت‌ها، مقابله با نظام سلطه، یکی از ارکان این آمادگی‌ها همین مسئله بسیج بود. امام فرمودن اون کشوری که 20 میلیون با این مضمون، حالا عبارت ایشون این نیست، در دل نظام اسلامی باید یک نیروی دفاعی قادر، بیدار، مستحکم، آماده به کاری همیشه وجود داشته باشه. این همون روحیه بسیجی است. ارتش هم روحیه بسیجی میتوانه داشته باشه، سپاه هم روحیه بسیجی میتوانه داشته باشه، یگانه‌های بسیج هم با همین مبنا تشکیل شده روحیه بسیجی میتوانه دستگاه انتظامی، دستگاه دیپلماسی هم میتوانه روحیه بسیجی داشته باشه. اگر این شد پیروزی حتمی و سریع نظام اسلامی باید یک نیروی قادر، بیدار، مستحکم، آماده به کاری داشته باشه. ارتش هم روحیه بسیجی میتوانه داشته باشه، سپاه هم روحیه بسیجی میتوانه داشته باشه، یگانه‌های بسیج هم که با همین مبنا تشکیل شدن اینا روحیه بسیجی میتوانند داشته باشند. دستگاه‌های دولتی هم میتوانند روحیه بسیجی داشته باشند، دستگاه‌های انتظامی هم میتوانند روحیه بسیجی داشته باشند، دستگاه دیپلماسی هم میتوانه روحیه بسیجی داشته باشه. اگر این شد پیروزی حتمی و سریع خواهد شد.